نگیره و هم نمیخواست که بچه ها کاش و همسرش پرتایی رو یکی مرد کسی را اجازت نمیگیرم نمیپرسه اونش خدا خواهم مقام شهادت یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بندگان خدا هستیم و بازگشت ما به سوی خداست. هر روز جنازه میخوانیم، هر روز تابوت را میبینم، هر روز چشمان پر آب پدر و مادر میبینم. زیر 12 سال بچه که جنازه کردم که فردا امتحان مکتبش بود، اما برای آبازی به رفیقاش میره حسلبی حوض آبازی بکنه و سنبردش آوردم. خلاصه عزیزان من، بچه های جوان، پیغمبر بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه همه ما و شما را هشدار میدهد، همه ما و شما را بیدار میکند، میفهمانه که شما در اختیار خودتان نیستید. بنابر به جوانیتان فریفته نشوید، به تنصحتیتان مغرور نشوید، زیرا که ما و شما از دیگر جا نظارت میشویم و کنترل میشویم. هرچی او خواست همون میشود. هزاران لاله رخ چون غنچه سر پیچیده رفت آخر، بروید لاله از عکس رخی هر محجبین بینگر. چه جوانای زیبا را ما زیر خاک کردیم، چه گل دخترای شهلا چشم ما زیر خاک کردیم، چه پهلوانا را بردیم و به خاک سپاریدیم، چه علما و دوستای خدا را طعمه کرمای لحد کردیم. اما افسوس عبرت نمیگیریم، افسوس که از خواب غفلت بیدار نمیشویم. به گفتی مولانا جلال الدین رومی خدا رحمت کند، چه دانی مرگ را تا خود نمیری. ببین تا خودتو بالا دنبی خیال میکنی که برای دیگراست من موندم میکنم. نه عزیزی من، رسول خدا گفتن استعدوا للموت قبل نزول الموت. شما خودتان به پیشواز مرگ همیشه آماده کنه پیش از آن که مرگ به سراغ شما میبیاد. یعنی آمادگی چی میشه؟ عزیزان من، سحر نماز بامدادتان خانه بیاید در مسجد با جماعت با خدای خود مناجات کنه و آغاز روز به عبادتش شروع کنه. از کفای کار و بارتان شوید تا پیشین کار کنه. این کار عبادت است، این خدمت خاندان عبادت است، این خدمت برای مردم عبادت است. وقتی که شما را از یاد خدا من نکنند، خدا این است آمادگی به مرگ. هم کار دنیا میکنی، هم عبادت خدا، هم به خاطر خدمت خاندانت حرکت میکنی، هم برای توشی آخرتت مسجد میری. الان ببینه همراه این دادری من نه برادراش میرن، نه عمکیاش، نه همسرش میردو، نه او طفلی که زیبایی که به امید گرفته بود و کلام کرد که در پیری من دستیاری میکند. هیچ کدامش نمیرن، خودش تنها میرد. همه هستند و همراه تو تا گور، زن و فرزند و اخوان و زر و زور. روند این همراهان غمناک با تو، نیاید هیچ کس در خاک با تو. هیچ کدامش در خاک. بنابراین ما باید خودمان توشمان و قطیمان بریم، ما خودمان باید خانه قبرمان آباد کنیم. انشاءالله این دادری ما سفربک جوان خوبه بود، چگونه بابای نصرالله هم گفته، من همه کیاشم خدا جاش جنت کنه. این مرگ که ایشان از این عالم برد، این مرگ مقام شهادت دارد. رسول اکرم پرسیدند که یا رسول الله شهدای امتی تو کیا هستند؟ حضرت یکی شمار کرده آمدن و گفتند من قتله بطنه فهو شهید. هر کسی که با کسلی های درون می وفات میکنه
مثل کسل سرطان است و مثل دیگر که بیماری های درونی او شهید است. خدا خواهی دادر ما شهید است. سن 32 ببینه، وقتی شیرینی عمر، وقتی گل شکوفایی، وقتی آرزو امیدهای طولانی، اما همش پرتاف چون طوفان دیشبکی درختها را شکست. آرزوی این دادر ما را شکست. من بالای تابوت خواب است. الان در این تاریکی شب به خانه قبر میرم. ما به خانه روشن و بالای کرپه میریم. سفر به خانه تاریکی لحد و بالای خاک خنت میره. دعاش کنیم خداوند این سفر دور و دراز براش آسان کنیم. خداوند خانه قبرش براش حجری عروسی گردان. خداوند او مقام شهادتی که برای کسلی های درونی پیغمبر زیبات وعده کرده دادر ما را به نصیب گردان. پروردگار از زبانش به گفتن کلمه لا اله الا الله گویا گردان. ایمان و عمل های صالح رفیق قبرشو برادراش و خاندانش خداوند صبر در ذمه‌اش از نماز روزی چیزی مانده باشد. خداوند غفور و رحیم است. اما خامای عزیز یار و دوستاش و رفیقاش حق العبد خدا برای شهیدا هم نمیگذارد. زیرا تا صاحبش راضی نشه و خدا وی قبول ندارد. از کدام شما ایگان که قرض امانت گرفته باشه با شاهد حجت بشکر انشاءالله برادراش میتید و دیگر قمداری و همسایه‌داری از کدام شما را آزار و غیبت کرده باشد. بخش خدا بخشنده ها رو دوست می‌دارد. پروردگار همتان خامای عزیز خصوصا این جوانان را عمری دراز بیاد. از این عمری جوانیشان با طاعت خدا بهره برن و فایده کنند و مانند این دادر ما حسرتی به خانه قبر برن. یا رب العالمین.